اشغال سفارت آمریکا در ایران که یه پیامی بود که باهاش آقای اوباما بسیار با رهبران جمهوری اسلامی لاس زده بودن به قول خودمون. خیلی تعجب برانگیز بود که بنده آمدم همون موقع توی تلویزیون اعلام کردم، خشم عمومی هم برانگیخته شد. اما به فاصله 24 ساعت این پیام الان توی سایت BBC و توی سایت رادیو فردا، چون میدونید اینا معمولا یه هفته خبرها رو نگه میدارن، اصلا این خبر دیگه نیست. شما این رو چجوری میبینید؟ چه اتفاقی افتاده خانم جولیا؟ من فکر میکنم که آقای اوباما، گروه مشاورانش البته یک بخشی هستند که بسیار فعالن و سعی میکنند که جمهوری اسلامی رو نگه دارن و متاسفانه اینها به کاخ سفید به مراتب نزدیکتر از ما هستند. اما کاخ سفید بسته در اختیار اینها نیست. فقط اون چه که از ایران توسط مردم مخابره شد به سراسر جهان، تمام کار لابیستای جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا و برای کاخ سفید رو یک باره برباد داد و به هوا برد، نابودش کرد. بنابراین من فکر میکنم این کاملا به دنبال اتفاقی است که در ایران افتاد و دخترها و زنهای ایران یک بار دیگه در روز 13 آبان نشون دادن اگرچه خون ندا بر زمین ریخته شده، ولی شما دیدید نداهای دیگر رو که کتک میخوردن، باتوم میخوردن و بیهوش میشدن، مقابل اینها وای میسادن. یه دخترکی با یه اندام بسیار نحیف جلوی یه نرغول می ایستاد برای اینکه یه برادری رو پشت سر خودش حفاظت بکنه و خودش هدف قرار میگرفت. من فکر میکنم کاخ سفید هم این صحنه ها رو دیده. من فکر میکنم اونها هم متوجه گاف بزرگشون شدند که با این نظام اگر که کنار بیان مردم رو از دست میدن. پیامی که مردم برای آقای اوباما فرستادن جای هیچ گونه شک و تردید رو باقی نمیگذاره. اجازه بده عرض کنم به عنوان کسی که از آقای اوباما حمایت کردم و به آقای اوباما رأی دادم در مقابل کاندیدای حزب جمهوری آمریکا، حزب ریپابلیکن آمریکا، من سخت از سیاست‌های خارجی آقای اوباما در رابطه با کشورم ناراضی هستم و کاملا حس میکنم که همه چیز رو بر سر میزی گذاشتن که فکر میکنن اون طرف تعیین کننده است، در حالی که طرف مذاکره آقای اوباما مردم ایران باید باشند، نه یک حکومت منفوری که روز به روز بر دامنه نفرت مردم از اون اضافه میشه. این حساب غلطی بوده و هر بار آقای اوباما میاد یک اشتباه دیگه مرتکب بشه مردم یه پیام خواهند فرستاد. شما منتظر باشید برای روز 16 آذر مجددا خواهید دید جوانهای ایران و دانشجویان ایرانی برای او پیام مجددی خواهند فرستاد. من دلیلش رو این حضور فعال گسترده میبینم و واقعا به عنوان ایرانی در مقابل همه مردم در داخل ایران به ویژه زنان و دختران ایرانی سر تعظیم فرود میارم. بله بسیار ممنونم. آقای فروزنده عزیز خواهش میکنم بفرمایید برنامه‌تون چه ساعتیه؟ والا من حقیقتش رو بخواهید بعد از برنامه‌ام در روز 13 آبان که از تلویزیون اندیشه پخش شد، یعنی روز چهارشنبه، به من اطلاع داده شد، البته اینها رو در برنامه‌ای که بیام توضیح خواهم داد که چه شد، به من اطلاع داده شد که به دلیل چند نکته که در متن برنامه بوده است تلویزیون این برنامه رو بازپخش نخواهد کرد. این برای من بسیار حیرت انگیز بود، سخت دشوار بود. من قبل از تلویزیون اندیشه حدود 250 برنامه تلویزیونی رو با آقای ستار دلدار در تلویزیون آپادانا در شمال کالیفرنیا اداره کرده بودم که حدود 100 تا از اینها 1 ساعت و نیمه بود و 200 تا از اینها حداقل 3 ساعته بود. و بعد از اون 2 دوره همکاری با شما داشتم که در تمام این موارد من با هیچ، نه از سوی آقای ستار دلدار و نه از سوی شما مواجه با این نکته نشده بودم و زمانی هم که همکاریام رو قطع کردم هر کدوم دلایلی داشت که اصلا قابل مقایسه با این که با محتوای برنامه من مخالفت بشه
اصلا قابل مقایسه نبود. برای من یه خبر شوکان بود، برای کسی که معتقد بود در اون روز بهترین برنامه عمر خودش رو اجرا کرده، درست در صحنه نبرد و در روزی که نبرد در ایران در جریان بوده و بهش گفته میشه که برنامه شما به 2 دلیل که به من گفتن توسط مدیریت تلویزیون گفته شد، این برنامه قابلیت پخش نداره و نمیشود اون رو ما باز پخش بکنیم. من هم وقتی این حرف بهم زده شد گفتم که ما بهتر از هم خداحافظی بکنیم. و قصدم این نبود که در این مورد توضیح بدم. من روز یک شنبه برای اجرای برنامه عادی همصدایی خدمت شما نمیام. من میام اونجا که یه نگاهی بکنیم، مروری بکنیم بر سرنوشت روزنامه‌نگاران کولی مانندی شبیه خودم که اینها فقط به دنبال یک هدف مشخص هستند و هدفشون با مسائل تلویزیونی گاه همراه و هماهنگ نیست و در نتیجه ناچار میشن که تن بدهند به این جابجا شدن ها. من هرگز فکر نمی کردم آقای همایون که یک شنبه آینده از شما بخواهم که به من یک وقت استثنایی رو در اختیارم قرار بدید تا بتوانم توضیحات حرفه‌ای و بالاتر از حرفه‌ای منطقی خودم و مردمی خودم رو نسبت به مردم ابراز بکنم، بگم که چرا همکاری خودم رو با تلویزیون اندیشه قطع کردم و همصدایی رو در اونجا قطع کردم. بنابراین روز یک شنبه بینندگان عزیز، روز یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس بازپخشش رو نمیدونم، ساعت 7 شب به وقت لس آنجلس همون روز بله. و فعلا چون قبلا هم اونجا هم همینجور بوده میخوام که همون سیستم ولی واقعا بذارید یه مکتبی رو آقای فروزنده گفت، من باور کنید اشک یعنی به گریه افتادم برای سرنوشت ماها، برای سرنوشت آدم هایی که میخوان برای جامعهشون زندگی بکنن و به اینا گفته میشه که نه آقا شما فقط مجبورید برای خودتون زندگی بکنید. ما به کسانی که برای خودشون زندگی بکنن کاپ میدیم، هدیه میدیم، قهرمانشون میکنیم و به آدم هایی که بخوان برای جامعهشون زندگی بکنن اونها رو باید به قول فرامرز فروزنده آوارشون بکنیم و این حیرت انگیزه و بسیار غم انگیزه برای جامعه ما. من آقای همایون یه خواهش میخوام بکنم. جانم. چون دیشب برنامه آقای داریوش ذهاب مدیر تلویزیون اندیشه رو که نگاه میکردم، خانمی اومد روی خط و پرسید از ایشون که این برنامه روز چهارشنبه آقای فروزنده رو من دیده بودم و دوستانم رو همه رو صدا کردم برای اینکه شب بازپخش اون رو در تلویزیون ببینند. آقای داریوش ذهاب در پاسخ این بیننده گفتند که متاسفانه این برنامه همراه 1-2 تا برنامه دیگه در هارد درایو تلویزیون گم شده و قابل دسترسی نیست و ما میخوایم اون رو پیدا بکنیم. ممکنه، البته من پسرم یک متخصص عالی مقام سافتور کامپیوتر و با 2 تا از دوستاش که یکیشون فارغ التحصیل MIT هست و یکیشون فارغ التحصیل به اصطلاح استنفورد، اینها دیشب در خانه من بودن. وقتی این رو شنیدن گفتن اگر اون هارد درایو رو در اختیار من قرار بدن حتی اگر برنامه رو دیلیت کرده باشن ما میتونیم برنامه رو پیدا بکنیم. بنابراین من از تلویزیون اندیشه میخوام که هارد درایو رو در اختیار قرار بدن تا من براشون بتونم. حالا من نکته دیگه رو بگم خدمتتون. آقا مردم هر کدوم کپی اون برنامه رو داریم برای ما بفرستین. اینقدر مردم برنامه رو کپی من خواهشم اینه اگر بیننده‌ای در یک جای دنیا برنامه روز چهارشنبه من رو ضبط کرده این برنامه رو برای من بفرسته تا من یک کپی برای تلویزیون اندیشه بفرستم که اونها هم فایلشون تکمیل باشه و من بتونم این برنامه رو پخش بکنم. ضمن یادآوری کنم به بینندگان عزیز، البته من در مورد ستار دلدار دوست مشترکمون و آپادانا هیچ صحبت نمیخوام بشه، برای اینکه میدونم اونم همینجور که ایشون گفتن جنبه سیستم داره، نه جنبه این که بیان ستار آمده باشه. ولی در مورد کانال 1 بذارید بنده صراحتا بگم، چون آقای فروزنده در
شمال کالیفرنیا زندگی میکنن و کار میکنن و هنوز مجبورن مثل بنده مثل خیلی های دیگه برای تأمین زندگیشون تلاش بکنن و واقعا مجبور بود که هفته یک بار بیاد اینجا و برگرده و این هزینه برگردن همه ما بود و صرفا دلیلش این بود، هیچ چیز دیگری دلیل. ما همیشه من و آقای فروزنده دوستیمون در همه شرایطی حفظ بوده، در همه این مدتی هم که ایشون تلویزیون اندیشه بوده ما ارتباطمون رو داشتیم، هم صحبت میکردیم، احوال پرسی میکردیم، هیچ وقت گله و شکایتی. کاملا درست میگم آقای فروزنده؟ درسته.